شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. به نام الله، حمد بر الله، درود و رحمت الله بر پیامبر. الله تعالی میگوید: ماه رمضان که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از باطل قرآن نازل شده است. رمضان این ماه قرآن است، اما برای احساس کردن لذت از خواندن قرآن ما به سه چیز نیاز داریم. سر اول ما باید الله را شناسیم، یعنی ما حمد و ستایش گوییم آن ذاتی را که این کلام را تلفظ کرده است. وقتی که ما او را به طور شایسته حمد و ثنا میگوییم، ما کلام او را با درک کردن بزرگی او میخوانیم. دوم، ما باید سنت پیامبر را دانیم وقتی که ما قرآن میخوانیم، تا اینکه ما با قرآن زندگی کرده نسبتش احترام خاص داشته باشیم. ما باید سنت ها را دانیم در وقت خواندن قرآن، به مانند طهارت، روی طرف قبله کردن، خواندن با تفکر و تدبر و ایستادن در سرشوی آیات ها. سیومین، ما باید یگان چیز را عاید فضیلت خواندن قرآن بخوانیم، تا اینکه روح ما برای خواندن کتاب الله سبحانه و تعالی سعی و تلاش کند. این سه چیز حسیات خستگی را از تو دور می‌سازد. زمانی که تو کلام الله را می‌خوانی، من از الله طلب آن را دارم که ما و شما را مقرب درگاهش گردانیده باشد و نیز از جمله صالحان و از جمله کسانی که از آتش نجات یافتند. آمین.